افشای راز 800 ساله که تاریخ رو متحول کرد، اما خیلی‌ها نمیدونن چی بود. برج رادکان که در 80 کیلومتری شهر مشهد با ارتفاع 35 متر، دقیق ترین تقویم آفتابی جهانه. با تابش نور خورشید به این دریچه ها ایرانیان میتونستن آغاز هر فصل، سال کبیسه و حتی تاریخ رو مشخص کنن. این برج توسط خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و ستاره شناس طراحی شده که تا همین چند وقت پیش همه فکر میکردند فقط یه آرامگاه ساده است. اما مهندس منوچهر آریان راز بزرگ این بنا رو فاش کرد. حالا اگه میگفتم این برج رو تو اون کشور اروپایی کشف کردند، همه ازش حمایت میکردند. اما اینی که تو وطن خودته، ارزش یه دونه لایک هم نداره. غریبه پرست نباشیم. برای آشنایی بیشتر با تاریخ خودت